مدارس امروز چی حال داره؟ کل ما شما شاهد هستیم، هزاران تا مدارس است، صورت داره اما حقیقت نداره. بیاین این حقیقت پیدا بکنیم در مدارس خود. تا زمانی که مدارس ما شکل اساسیش نگیره، حقیقت پیدا نکنه، این صورت ها بر ما شما کار کرده نمیتونه. اقبال لاهوری چقدر زیبا میگه که میگم منا خوش و بیزار و مرمرت سیلوس میرلی میتیس حرم اور بنادو. میگم از این مرمرهای شما بیزار هستم. برای یک مسلمان یکی از مژده ها و خوشخبری نیست که پنج وقت ما میشنیم الله اکبر الله اکبر الله اکبر. همین بزرگترین تسلای دل ما و شما هست. خارای عزیز، در این قسمت بودیم که لایکی